با سرنگونی حکومت دیکتاتوری ایران می جنگیم. بیش از 3 دهه است که شاهد تاریکی و ظلم و استبدادیم. شاهد رنج و درد بی‌عدالتی ها هستیم. شاهد چپاولگری ها و غارت ها هستیم. شاهد پرپر شدن عمر دوستان و عزیزانمان هستیم. دیو تشنه حاکمیت و قدرت از خون جوانان هم میهنمان سیراب می‌گردد و چنگال تیز قساوتشان گلوی مظلومان را می‌فشارد و اما به کدامین سو می‌تازد؟ پرواضح است به سوی نابودی و ویرانگری. رژیمی که تنها در سال گذشته در پرونده سیاهش نام 578 زندانی اعدام درج گشته، حال با توسل به موج جدیدی از اعدام قصد دارد رکورد تازه‌ای در وحشیگری و جنایت به نام خود ثبت نماید تا کسی فراموش نکند که جمهوری اسلامی دیکتاتوری لجام گسیخته است که از هیچ جنایتی جهت حفظ سلطه ضد مردمیش ابایی ندارد. و اما چرا زندانی سیاسی؟ چون اختناق حاکم است، چون آزادی به مسلخ رفته. زندانی سیاسی هست چون منافع سیاسی و اقتصادی حکم می کند. زندانی سیاسی هست چون هویت انسانی و آزاد شهروندان سلب شده است. زندانی سیاسی هست چون آزادی و حقوق فردی و اجتماعی معنا ندارد و قوانین حکومتی بر اساس ضدیت با آنها بنا شده. زندانی سیاسی هست. دولتمردان ایران همواره آزادی خواهان و مخالفین را با نام عامل خارجی و خیانت به وطن کشته‌اند و در قبرستان‌های بی‌نام و نشان دفن کرده‌اند. ذهن تاریخ 3 دهه اخیر را سراسر ظلم و جنایت به خاطر خواهد سپرد. انسان‌های آزاده و بیگناهی که مورد قضاوت جاه طلبان حاکم جمهوری اسلامی قرار گرفتند و جان خود را در راه اندیشه و اهداف خود از دست دادند. دستان آلوده به خون عزیزانمان را از یاد نخواهیم برد و برای آزادی ایران دربندمان همه یک صدا شده و در یک سنگر تا سرنگونی حکومت دیکتاتوری ایران می جنگیم. سرنگون باد نظام اسلامی دیکتاتوری حاکم بر ایران. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر خامنه‌ای. مرگ بر خامنه‌ای. حکومت اسلامی نمیخوایم. حکومت اسلامی نمیخوایم.